تمرین پرواز در کنار آموزش‌های تئوری مجوز پرواز هر خلبان با هواپیمای واقعی است. در گذشته برای تمرین پرواز از هواپیماهای واقعی استفاده می‌شد، اما ساخت اولین شبیه ساز پرواز در تاریخ نظام آموزش خلبانی را دگرگون ساخت. یک سابقه 15 ساله از تحویل اولین دستگاهمون داشتیم و این اولین سیمولاتورهایی بود که در ایران مورد تایید هواپیمای کشوری قرار گرفت. امنیت، سرعت بالای اجرای فرایند پرواز، هزینه پایین و برگشت سریع سرمایه دلایل قانع کننده‌ای هستند برای استفاده از آنها در آموزش‌های پروازی. ارزش پرواز در شبیه سازهای ساختمان همون ارزش پرواز در هواپیمای واقعی را داره. شرکت فناوری هوایی شاهین یکی از شرکت‌های دانش بنیان کشور است که طراحی و ساخت پیشرفته ترین شبیه سازهای پرواز را در دستور کار خود قرار داده است. به خاطر اینکه این محصول بتونه در آموزشگاه خلبانی مورد بهره برداری قرار بگیره، باید تاییدیه‌های لازم رو داشته باشیم. گواهینامه‌ها اخذ شدن و هر دانشجوی خلبانی در دوره‌های PPL، CPL و اینسترومنت جمعاً 35 ساعت میتونن لاگ بکنن در دفترچه هاشون. طراحی، لیزر، ورقکاری و ساخت کابین، الکترونیک، برنامه نویسی و مدل سازی ریاضی و تست بدون بار یا تست سرد مراحل تولد یک سیمولاتور هستند که تمامی این مراحل در شرکت فناوری هوایی شاهین انجام می‌گیرند. متخصصین الکترونیک و سخت افزار کامپیوتر نقش بسیار مهمی دارند در قسمت فلزکاری، مکانیک و قسمت مخابرات، ناوبری که بایستی که با اصول سیستم‌های ناوبری دقیقاً آشنا باشن تا بتونن اونها را شبیه سازی بکنن. دقت، ظرافت و همگرایی علم و تجربه ویژگی گروه متخصصین و کارشناسان آن است. کار گروهی بسیار مهمه. حفظ این متخصصین، نخبگان که در این حوزه فعالیت کردن، حفظ اینها بسیار مهمه. علاوه بر موتور، تمامی ابزارهای دقیق، فرامین و وسایل ناوبری دیگر به طور کامل در اینجا ساخته می شوند. شرکت فناوری هوایی شاهین